قانون پارکینسون، نه این پارکینسون. قانون پارکینسون میگه شما به هر کاری هر قدر زمان بدین از شما همونقدر زمان میگیره. ما خیلی وقتا فکر میکنیم هر چقدر که به خودمون بیشتر وقت بدیم قاعدتا قراره که کار بهتری انجام بدیم، ولی در واقعیت میدونیم همچین اتفاقی هم نمیفته و اکثر این وقت اضافه نه صرف کار بلکه صرف عقب انداختن کار میشه. فرض کنید یه روز که از خواب بیدار میشین یه خرس رو خیلی دور از خودتون میبینید، براتون مهم نیست، ولی هر چقدر که میگذره این خرسه به شما نزدیکتر میشه و وقتی به خودتون میاید میبینید که این خرسه توی خونه است. اون موقع احتمالاً بهش اهمیت میدین و سریع کاری براش انجام. وقتی میدونید یه کارو میتونید توی یه روز انجام بدید براش یه هفته وقت نذارید، چون بقیه اون هفته فقط صرف پشت گوش انداختن اون کار میشه و قسمت مفید در نهایت همون یه روزیه که از اولم فکرشو کرده بودید. پس دفعه دیگه که خواستی برنامه ریزی کنی حواست باشه به